اسمی من هست نیکتا اسفندانی. چه میگفت؟ اون چه گفت کوروش بزرگ گفت از قول من بگو که ای بر تو. خب تعریف کن در مورد فیلم معاویه و اینا. نمیدونی که فیلم معاویه رو اینجوری من یه سری میگم مثلا چه جوریه؟ مثلا معاویه آدم خوبی خطابش کردن اینا. خطابش کردن وقتا دوست داشتی معاویه بودی؟ برچی؟ جووش ندارم همین جووش ندارم دوستی یا دوست؟ همین جووش دوست تو نیاکانی خودمونه مثلا اسمش نبود اسم نیاکان خودمونه. به نظرت خامنه ای نادرشاه را قبول داره؟ خانمی نه اصلا نمی‌دونی. همون جوری احساس شعاریه گرفته. دیگه مثلا از چیز کی؟ میدونم. دیگه مثلا از چیز چه خبر؟ کی؟ از نادرشاه. نادرشاه؟ خدا این آموزش کاری کار کرد حالا قشنگ تعریف کن معلوم. نه منظورم از فیلمه هم میگه تعریف مثلا قشنگ تا اونجا ازش اطلاع ده بگو مثلا ماجراش چه تظاهراتی مردم عراق عربستان چه فکری به سرش زد. فیلمه هم میگه که مثلا عربستان چه فکری به سرش توضیح بده در مورد تظاهراتی مردمی عراق دیگه مثلا چجوری به دست عراق رسید حالا که میاد تو ایران میذارن بعدش مثلا بگو اصلا عربستان چه فکری به سرش زد تو این فیلم ها درست کرد. میگم اینجوری خلاصه توضیح بدی. مثلا یه فیلم میگه سنی ها مسلمان واقعی هست سنی بهتر هست برطرف شیعه بیشتر میخوان تو این چیزا مانور بدن تو این چیزا مانور بدن میگی؟ یه صدا هم خب یه آهنگ بخونم علی یا هر آهنگی مثلا حفظی ولدی ازش خوشت میاد مثلا آهنگ قدیمی حالا خب باشه جدیدی بخون. نه تو بخون یه آهنگ قدیمی بخون همون هم مثلا خیلی آهنگ قدیمی رو برای قدیمیش بخون. نه خب مثلا تو یه شعر بخون. من شعر خونم و اینا مثلا چی میتونی بخونی؟ چی آهنگ قدیمی بلد نیستن بخون. نه بود آی تغذیه خونی رفته به چاه من دل. نه اینجوری نکنه حالا حوالا خوانندگی به هم استعدادم کمه همیشه. حالا بخون حالا نه خالص قبلش خالص رومانی هم میشناسید اسم من خواننده هست نیکتا اسفندانی. اسم من خواننده هست نیکتا اسفندانی نه فامیلی. خب بخون حالا میخونم من حالا یه جوری حالتی رپری داره من مثل رپ نمیتونم بخونم آهنگش رپ حساب ولی نه آهنگش رپی جدیده هنو منتشر نشه. آی آخ نه اشتباه گفتم آخ تغذیه خونی رفتم در چاهش رفتم در چاهش مونده بود به سلطنت من گفته بودم ای گربه چیکار گوش بده چیکار میکنی ای تو گفتی پیش تو موندم یه استخون بده وای. یه جوری حالتی شعر مانده با هنگ تو جوونی یا من پیر چرا شدی ای تو شور همه به فکر تو اما منم یه گربه فقط به یه استخون کجا برم تو بخوای همه میگن ای آقا مونده به
دور بیدا میگن تغذیه خونی، گوش بده وای عملی. میگه کجاست مدگل، میگه پیش او بردا. میگم بیارش اینجا، میگه نمیخوام ای تو، میگه کجا و اینجا. قربمونم که داشتیم رد کردیم ما نریدیم، رفتی به گله گو. همون خوبه که ریده، همون خوبه که خونی. خون شده ای چاقوت، سر چاقوت چه تیزه، فقط بیا ای گربه سگ. تو یه آمبولانس تیزی، فقط میخوای جداشی. نمیدونم این یه سر چقدر دوام میشه تو. بین اونم ای گربه میخواد از عین توت، فقط میخوره ای موش. یا اینجا ای لوش. میگه دوای وایلی، میگه کجای وایلی، میگه خوبای لیوانی. رفته به کوه قلعه‌بازی هم میگه رفته پیش بهمنیار. بهمنیارم دستور میگه به قله کو. قله کوبم پژوکر، سینما را میخواد های، میگه نمیدونم آی. فقط میخوام به الکل، میگه جوانی اینجا میخونه وایلی. مظاهری هم باشه لنگ وای میزه در مدرسه. تموم شو آهنگم ها من. کجا؟ صداشو زیاد کن خیلی تر. ترنت دم وایسته. صداشو تبازه. صداشو تبازه. هزار چیه؟ هیت سپات سیکتی با ما. هیت سپات سیکتی با ما. هوایلی هوایلی لیلی لیله ویوایلی هوایلی وای هوایلی. یا بریم وایلی موایلی یا زوایلی موایلی یا موسایلی. میگم میخوام آیلی، میگه نمیدونه وای چرا وای میسه اینترنتم خرابه. چیکار میکنی ای تو، پازه یکم بذارای این ورا وای. نمیدونم این هفته چی جا شده اینترنت. عملی این یک شنبه آخر سالیمون بود، فردا دوشنبه آخر سال شده اینجا. دینگی فکری بکنه حالا عملی بدون شوخی. واقعا این یک شنبه آخری بود. آره دیگه آخر یک شنبه آخر 403. فردا هم میشه تو شنبه آخری. بله. عید شده ما هیچ کار نکردیم. بله عید شده هیچ کار. صداشو نه شرط گوشیده گوش درک بذار رو زمین دستت خسته نشه. بذار رو زمین.
چه مفرگی ازش که و اگه قدرتمند بشه باید چیکار کنیم؟ چون توی راههای تجاریمون خیلی تاثیر میذاره. ابوسفیان هم میگه اگه ساسانی‌ها راه شام بهمون ببندن ما با عراق مذاکره میکنیم و حتی اگه عراق هم ببندن باز ما یه راه پیدا کنیم. یادم بگم که اینجا زمانی که پیامبر داره کم کم اسلام رو تبلیغ میکنه. قریش اون زمان مردم رو به بت‌پرستی دعوت میکرد و قدرت خیلی زیادی داشتن. چون شامل قبایل زیادی بود که مهمترین قبایلش قبیله‌های بنی امیه و بنی هاشم بودن. بنی عباس چی میشد شد؟ از همین نسل ابوسفیان و معاویه. بنی عباس برچی نبوده ها؟ اولین کسایی بودن که با پیامبر واسه اسلام بیعت کردن. میشه شامل خود پیامبر و حضرت علی و بستگان. رفت سریال بزرگ شدن معاویه رو نشون میده و اینکه داره مهارت‌های رسمی و سیاسی رو یاد میگیره به کمک برادرش یزید ابن ابوسفیان. یزید تو پسر معاویه بود نه برادرش. توی این خیلی اتفاق مهم اخباری که از ها؟ دعوت پیامبر به قریش میرسه. ابوسفیان شرافت به یزید پسر معاویه نبود ها؟ تو کتاب نوشته یزید پسرشه. میرسه که حتی دختر ابوسفیان یعنی رمله به سمت اسلام و با میره پیامبر میگه برادرش و حتی به یعنی یه یزید دیگه یعنی چند تا یعنی تو هم بیا به سمت اسلام یا که این نامه معاویه رو تحت تاثیر قرار بده و سریال سعی کرده که بگه معاویه از همون عالم کودکی دلش با اسلام بوده و ابوسفیان هم حق بودن حرفای محمد رو قبول داشته در حالی که تشیع با این موضوع خیلی موافق نیست به خاطر جنگ‌هایی که بعدا معاویه با اصحاب پیامبر ایجاد می‌کنه. تشیع میگه که معاویه و کلاً بنی امیه از همون اول نگاه به قدرت داشتن ولی اهل سنت و همینطور تفکر درون مذهبی وهابیت با این موضوع موافق نیستن. کلا سریال خیلی سعی داره که ابوسفیان رو یه آدم با ابهت و تاثیرگذار نشون بده. چندین سال میگذره و سپاه اسلام گسترش زیادی پیدا کرده شده. ابوسفیان به همراه معاویه که حالا مرد بالغی شده بوده با خبر میشن که محمد تونسته چند صد نفر رو دور خودش جمع کنه و آماده حمله. سپاه پیامبر اون زمان شامل 313 نفر بوده. قریش که از پیامبر دل خوری داشتن تصمیم میگیرن که جمعیت 1000 نفری با اکثر رؤسای قبایل معروفشون رو بفرستن که دیگه کار پیامبر رو تموم کنن تو اینجا که جنگ بعد ایجاد میشه و در کمال تعجب اکثر بزرگان قریش کشته میشن و سپاه قریش شکست خیلی بدی رو میخوره. توی تاریخ ذکر شده که یکی از کسایی که رشادت زیادی تو این جنگ ها داشته حضرت علی بوده ولی سریال هیچ اشاره‌ای تو این جنگ‌ها به حضرت علی فعلا نمی‌کنه. هرچند که در ادامه تو این 8 قسمتی که من تماشا کردم به هیچ عنوان تصویر بدی و از حضرت علی نشون نداد. همونطور که اکثرا می‌دونید توی جنگ بعد پدر و برادر هند کشته میشن و هند که سریال خیلی سعی کرده یه زن عاقل و فرهیخته نشونش بده از این موضوع کینه به دل می‌گیره و میگه که من باید انتقام بگیرم تا آروم بشم. واسه همین به رهبری ابوسفیان جنگ احد ایجاد میشه و سریال نشون میده که خود هند توی جنگ شرکت داره اما هیچ اشاره‌ای به هند کیه؟ یا اون غلام وحشی نمی‌کنه. هند توی کشوره منطقه شام رو به خصوص رومیا حکومت می‌کردن. معاویه همیشه نگاهش به دمشق بود چون از معماری شهری و و شکوه زنه هندی بود یا فامیلیش الان که معاویه هندی مرد بود بالغی شده آرزو می‌کنه که بتونه یه روزی رومیا رو از این سرزمین بیرون بندازه ولی هر چی که می‌گذره رومیا معاویه رو؟ احساس می‌کنه که اون حرفایی که پیامبر میزنه به حق تره چون مستضعفین به سمت محمد رفتن آدمای پولدار رو قبول ندارن و همینطور منطق پشت خدای واحد بالاتر از بت‌پرستی و سنگ‌پرستی. هند از این عقیده پسرش ناراحت میشه و میترسه ولی وقتی سپاه پیامبر به سمت مکه داشتن می‌اومدن سریال نشون میده که اونا خودشون با آغوش باز اسلامو پذیرفتن. اینم یه مقداری جای بحث داره. بذار اینو بگم که سریال هیچ چهره‌ای از پیامبر نشون نمیده. این صرفا فقط نقل و قول‌های پیامبر توی سریال مطرح میشه. هیچ اشاره فیزیکی بهش نمی‌کنه. با شروع قسمت دوم سریال زمان به چند سال جلوتر رفته جایی که سپاه اسلام داره با آخرین مخالفین و اصطلاحاً منافقین مبارزه میکنه که توی این سپاه به حضرت علی، عمر بن خطاب و افراد معروف زیادی اشاره میکنه جایی که همشون در کنار هم متحد شدن و به اسلام روی آوردن. البته توی صحنه‌های جنگی سریال سوتی زیاد داشته کلاً سوتی خیلی به چشم خورد این سریال یه نمونه همین صحنه‌ای که می‌بینید این شخصی که می‌بینید ابوبکر هست و ایشون هم عمره. ابوبکر که در آینده خلیفه میشه آدم فرهیخته و اسلام دوستیه که تاکید زیادی روی گوشی عدالت و داره میفته مهربانی افتاد داره و سریال اینطوری نشون شده. همزمان به اینجا هم حضرت علی هم اضافه میشه. حضرت علی که مرد آروم و خردمندی توی سریال نشون میده. نه دستت خورد دوست رفت او برام خواهی برام بخوای برات بیارم پیداش کنم ها؟
نسبیش سریال عربستانی پرحاشیه معاویه. حتما میدونید که این سریال با بودجه 100 میلیون، اصلا یه دیالوگ معروف داره خود معاویه که میگه یعنی میشه روزی برسه که ما هم عین ایرانی ها و رومی ها مجرد بشیم و اجاره شکوه نه داشته باشیم. و مسئله مهمی که مجدد تاکید میکنم پوشش ها و لباس های زن های بنی امیه. بذار سریال سعی داره بذار بگه که اینجوری مدل فوق پوشش باز ها رو وارد زمین اسلام آوردنشون هم به این صورت. ببینیم با نه صفت دیدن اوشنی نه در جوری قومیان و میبینم مسیحیانی که اونجا بودن میگن ما به جوری شرطی میافته تسلیم میشیم که عمر بیاد بهمون امان نامه. دیدی؟ اینجوری درست شد خب میره حالا ما اینم بدونیم که تو یعنی از اول معلوم بود چون ما میدونیم اون درست کارترین فرد بینشونه. عمرم که سریال به شدت آدم متواضع و ساده زیستی نشونش میده میاد و این اماننامه رو نشون میده جایی که این همین یادتون بدید هم زندگی از اول چی بودن؟ خوب نبودن با ایرانیه بد بودن اصلا به شیر و سامیش ندارم برای اون زمان گول زدن بخواه معاویه اینه مسئول دادن به اون نوشتن این بدبختم اماننامه بوده کردن و توی این مدت دقت کنید سریال هیچ اشاره واضحی به حضرت علی نمیکنه. معاویه به سمت قیصریه میره و مدار ثروت رومیان رو میخواد شکست بده جایی که با منجنیق سعی میکنه دیوارهای ضخیم آنها رو نابود کنه اما خیلی موفق نبوده. ولی تو حین جنگ خبر میاد که توی مدینه و حتی بین خود رومی‌ها توی همین قیصریه طاعون بزرگ پخش شده و رومی‌ها توی قصر تک تک سربازاشون دارن دست میدن. معاویه متوجه میشه که تونل‌های مخفی به داخل خود قصر راه داره که با و تفکر و نژادهای مختلف داره. به خصوص که فردی سعی میکنه اونو ترور کنه. برای همین معاویه به این نتیجه میرسه که ساده زیستی و برخورد اسلامی و مردمی با این جمعیت که سالها به حکومت پادشاهی عادت داشتن و اینطوری حرف شنوی داشتن مؤثر نیست. پس سعی میکنه برخلاف دستورات عمر که تاکید زیادی روی ساده‌زیستی داشته معاویه یه جور تجملگرایی و پادشاهانه زندگی کنه و بین مردم اینطوری خودش رو نشون بده. این هم باز موضوع قابل بحثیه که تشیع معتقده که اینا یه جور بهونه است واسه این داستان و معاویه با سبک زندگی که داشته توی دمشق نشون میده که اصلا اسلام قبول نداشته. ولی خب اینجا توی سریال معاویه سعی میکنه یه توجیه قابل قبولی رو مطرح کنه. وقتی عمر به دیدار معاویه توی دمشق میاد از نوع پوششش به شدت عصبانی و خشمگین میشه ولی وقتی معاویه بهش موضوع توضیح میده عمر قانع میشه. معاویه میگه رومیان راههای آبی رو تحت کنترل خودشون دارن و ممکنه که هر لحظه از اون راهها با کشتی‌هاشون حمله کنن. بذارید من یه گروه دریایی قدرتمند ایجاد کنم اما عمر مخالفت میکنه و میگه سربازای ما به صحرا و جنگ تن به تن عادت دارن نه دریا. و این موضوع معاویه رو خیلی عصبانی میکنه. میرسیم به قسمت مهم سریال جایی که من فکر نمی‌کردم سریال این قسمت رو به تصویر بکشه. جایی که توی مسجد نبوی عمر بن خطاب نماز جماعتی رو برپا کرده که برده ایرانی به اسم ابولولو حین نماز به سمت عمر حمله بر تأسف میزنه و سرش رو پایین می‌ندازه و میاد اولین نفر به عثمان بیعت میکنه که یه وقت فکر نکنن اختلافی بینشون هست و میره به سمت خونه‌اش که دقت کنید خونه حضرت علی که نشون میده کوچیک‌ترین و ساده‌ترین خونه شهر بوده که توی راهی که از اعضای بنی هاشم بهش میگه تو چرا انقدر بیخیال شدی بنی امیه داره قدرت از دست ما میگیره و بعد فوت پیامبر خلیفه بودن حق تو بوده چرا از بالاتر سقوط میکنی. ولی حضرت علی میگه که من برای حفظ وحدت امت اسلامی باید این کار رو انجام بدم. بالاخره عثمان به خلافت میرسه. معاویه توی یکی از کاروان‌ها از دختری به نام میسون خوشش میاد و واسه اینکه بتونه قبیله دیگه رو تحت کنترل خودش در بیاره تصمیم میگیره که با میسون ازدواج کنه. ساخت از این موضوع مطلع میشه و به شدت ناراحت و عصبانی میشه. میسون در آینده مادر یزید بن معاویه میشه. ورود این میسون به کاخ پسرش معاویه درگیری‌های زیادی داشته. میسون که نارضایتی زیادی توی کاخ داشته مخصوصا که معاویه بهش توجه عاطفی زیادی نمی‌کرده. بعد از اینکه یزید رو به دنیا میاره و بعد چند سال زندگی به قبیله‌اش برمیگرده و نمیتونه با معاویه کنار بیاد و معاویه اونو طلاق میده. همزمان با این موضوع عثمان با درخواست معاویه برای ساختن نیروهای دریایی موافقت میکنه و این موضوع معاویه رو خیلی خوشحال میکنه. خب این تا پایان قسمت هفته که مشخص سریال در ادامه میخواد به ماجرای خلافت حضرت علی و جنگی که معاویه با حضرت علی داشته رو اشاره کنه که اکثرا میدونید قضیه قرآن به نیزه کردن و ابو موسی اشعری و امراض که من برداشتم اینه که سریال در ادامه میخواد حضرت علی رو یه جور طمع‌کار واسه قدرت نشون بده چون چند بار تو دیالوگا اشاره شده که فردی که امین ما هستش ممکنه علیهمون خیانت کنه چون تو قضیه نبرد معاویه و حضرت علی طبیعتا سریال طرف اون اسمی که براش انتخاب کردن میگیره معاویه. نکته مهم بعد اینه که سریال در ادامه احتمالاً به ماجرای امام حسن و درگیریش با معاویه و ماجرای کربلا و یزید اشاره کنه چون هنوز 23 قسمت دیگه از سریال باقی مونده و خب مهمترین نکته اشاره به ایران و فتح ایران هستش که باید
اینجاش خیلی مشارکت موقع داره. چون همیشه ایرانی‌ها معتقدن که حضرت علی و امام حسن و امام حسین مشارکت خاصی توی فتح ایران نداشتن، ولی تاریخ اهل سنت چیز دیگه‌ای رو میگه. حالا میخوام از این به بعد تحلیل و نظر خودم رو در مورد این سریال و اون برهه تاریخی بهتون بگم. با این روی کرد که بهتون میگم من آدم مذهبی نیستم و حرفام با این دیدگاه. پس اگه آدم مذهبی هستید به نظر من اینجا به بعد ویدیو رو نبینید. خب واقعیت اینه که از شکوه پارس توی سریال بارها یاد میشه و عنوان میشه. حتی توی فیلم‌های ضد ایرانی مثل 300 هم با اون همه عنادی که داشتن بازم به شکوه سرزمین پارس اشاره میکردن. این که بخشی از مردم ما در حال حاضر دین اسلام رو به عنوان یک تفکر و نگرش برتر و بهتر قبول کردن و دوست دارن که مسلمان باشن و ما میتونن بپذیرن. چون بحث تفکر و عقیده است. ولی اینکه نسبت به تاریخ و اصالت خودشون دارن مقاومت پیدا میکنن، اینو نمیتونن بپذیرن. ما چه بالا بریم چه پایین بیایم، خونه توی رگ‌هامون از اون سرزمین پارس وسیع، چه آذری باشی چه عرب باشی چه لر باشی چه کرد باشی، همه ما زیر مجموعه سرزمین پهناور. بعد فتح ایران این موضوع که میگن ایرانی‌ها با آغوش باز اسلام پذیرفتن، یه بذار گوشی. من هرچی بررسی کردم این نظریه مغرضانه و تا حدودی غلطه. عرب بر مبنای اسلام غنایم جنگی و برده‌ها و کنیزها رو جزو اموال خودشون می‌دونستن و اونا رو حلال می‌دونستن که آیاتش تو قرآن هم هست. برای مثال فقط بخوام بهتون بگم تو یزد چاه عمیق معروفی هست که اسمش رو تو ویدیو می‌نویسم یادم نیست، که نقل تاریخیش خیلی معروفه که 40 تا دختر جوان باکره پارسی از ترس تعرض رفتن توی این چاه مخفی شدن و سال‌های سال بعد اسکلت‌های اونا روی هم پیدا شد و یزدی‌های اون منطقه معتقدن که روح این دخترها همیشه به این منطقه سر می‌زنه. چون 40 دختر میگه. وقتی ایران فتح شد تا چند یه موزه درست کرده برای چون 40 دختر روش نوشتن یا حسین بن نه نوشتن یا رقیه بنت حسین بر چی؟ من شما دارم الان به زبانی حرف میزنم که یک شخص عربستانی اگه صحبت من بشنوه متوجه نمیشه چی میگه. تأثیرات لغوی خودش رو گذاشته قبول دارم، ولی خون اجازه نمیده که همه چیز دستخوش تغییر باشه. وقتی عرب وارد کاخ خسرو شدن به حدی متحیر بودن از شکوه کاخ و معماری چی میگه؟ و جاده‌کشی‌های شهری که از ایرانی‌های زیادی واسه معماری توی سرزمین خودشون استفاده کردن که همین الانش هم مشهوده توی کشورهای عربی و الگوپذیری که از معماری پارسی داشتن. تو سریال معاویه عنوان می‌کنه که ما از رومی‌ها و پارسی‌ها خیلی باهوش‌تریم. کاری به این ندارم که حتی الانش هم توی سطح IQ جهانی IQ ایرانی‌ها جزو 4 تا کشور اوله و عربستان حتی توی 50 تا کشور هم نیست. ولی چیزی که واسه خود من بیشتر اولویت داره اینه که اگر به عنوان یک تفکر برتر نسبت به زرتشت الان کسی اسلام رو پذیرفته، من حق میدم. چون تفکر اسلام و هدف اولیه‌اش واقعا مسیر به حق و درستی بود و واسه همین هم بود که اول مستضعفین رفتن سمتش و حق بدیم که واسه قریش و بنی امیه هم که ثروت خیلی بالایی اون زمان داشتن سخت بود که مفت و مجانی همه چیو تقسیم کنن و اینکه بعدها خلافت و قدرت بهشون داده میشد امر منطقی بود چون ثروت دستشون بود. ولی اینکه الان توی کشورمون ایران افراد بخوان فراتر از تفکر اسلامی برن و رو به اسطوره سازی از اعراب کنن، این تو کت من یکی نمیره و به نظر من تو خیلی از بخش‌ها داره حد اعتدال این موضوع شکسته میشه. جدا از بحث صحبت‌های ضد ایرانی رهبر ایران اوایل انقلاب در مورد تاج کسری و تاریخ ایران قبل از اسلام که بها دادن به اونو مصداق بارز طاغوت می‌دونستن، تا الان که ماجرای بستن جاده پاسارگاد واسه جلوگیری از تجمع مردم واسه اصالت و تاریخ و خونشون، در حالی که مثلا بخوام مثال بزنم پهلوی به شدت به تاریخ قبل از اسلام تاکید داشت و حداقل توی ظاهر اینو نشون میده. حرف من اینه که ما نباید نسبت به تاریخ و اصالت کشورمون که سرآمد توی علم، معماری و پزشکی توی اون زمان بودیم نباید بی‌تفاوت باشیم. مثلا تو همین برهه‌ای که سریال اشاره میکنه که رومی‌ها و عربستانی‌ها درگیر طاعون شده بودن، تو همین برهه تاریخی این بررسی کنیم ایران طاعون شکست داد. پس بحث اعتقاد یه موضوعه، مثلا که الان روزه گرفته به خاطر اعتقاد غربی که پیدا کرد، ولی بحث این که ما تبدیل به انسان‌های عرب پرست بشیم موضوع دیگه ای. کما اینکه بعضا می‌بینیم حد عدالتش هم تو خیلی از موارد خارج شده دیگه، مثل دراویش و علی علایی و اینا. حالا عقیده من چیه؟ عقیده من اینه که در حال حاضر مذهب‌های اسلامی این جناح‌های فوتبالی شدن و دائم میخوان برای هم تاریخ سازی و دهن‌کجی کنن. از نوع و نحوه وضو گرفتن اهل سنت و تشیع بگیر تا حالت نماز خوندنشون و بحث‌های احکام. این نقد که اهل سنت به خصوص تفکر درون مذهبی وهابیه به تشیع الان داره میگه که اینا به جز خدا دارن از سایر افراد دیگه هم توسل میکنن، نقد منطقیه و این موضوع داره بیش از اندازه حس میشه توی کشور، تا جایی که طرف وقتی توی خیابون میره نمادی از یک امام الباز که امنیتش تضمین میشه، در حالی که هیچ کس جز خدا نمیتونه شفاعت امنیت یک آدم بکنه از دیدگاه اسلام و این پارتی بازیه. پس
فرق داره که اونا به کشیش پول میدن تا واسطه بخشش گناهانشون باشه. ما هم داریم میگیم که آقا اینجا پارتی بازیه، باید بریم پیش فلانی تا بتونه درخواست بخشش و همینطور صدا تا به گوش خدا برسونه. خدا فعلا سر شروع. بله این نقد وارده، اما اهل سنت هم نقد بهشون زیاد وارده. مثلا همین عربستان مگه ادعای اسلام راستی نداره؟ پس چرا توی کشتن مسلمان‌های سنی و شیعه داره به آمریکا و اسرائیل کمک میکنه؟ چرا هیچ کمکی به فلسطین یا سایر مردم‌های مسلمان نمیکنه؟ در حالی که ما اگه بتونیم فارغ از همه این بحثا روی اصالت خودمون کار کنیم، بتونیم رو هویت واقعی سرزمین پارس بیشتر تمرکز کنیم، مطمئن باشید هم توی جذب توریست و درآمدزایی این مدلی سلامت می‌شدیم، چون تاریخ غنی داریم، هم توی معماری و خیلی چیزای دیگه خودکفا بودیم. در حال حاضر گاهی تفکر مذهبی حاکم توی کشور مانع رشد ما میشه، تفکری که تو خیلی از موارد خود عربستانی‌ها متوجه شدن و یواش یواش دستت خورده بله بهش خیراش آمده اینش مهم نیم نه؟ چجوریه بینشی مهم نیم؟ او آخراش ما چجوریه؟ چجوریه مهم نیم؟ عربستان برای ماه رمضان امسال یه سریال ساخته با سریال عربستان حالت نماز خوندنشون و بحث احکام. این نقد که اهل سنت به خصوص تفکر درون مذهبی و نه را فعلا ول کن یه ذره تعریف اینا به کنیم جز خدا دارن از سایر افراد دیگه هم توسل میکنن. نقد بیرون کن ما میدونیم کجا بره بیش از اندازه حزب چرا میخوایی تاریخ اصل آلمان نیست؟ اینو همه رو چیز کرده به ماچ اینا شیعه و سنی به ماچ مثلا معاویه آدم خوب و بهتر از امام علی بوده چی میگه؟ عربستانیه هر کسی دل دیدن این ویدیو رو نداره، چون امروز ویدیویی براتون آماده کردیم از صحبت‌های شاه با مردم ایران. صحبت‌هایی که اگه همون موقع نسل ما میشنید شاید اجازه نمیداد که اتفاقات بعدی اینجور رقم بخوره. شاید این صحبت‌ها اشکتون رو در بیاره و واسه لحظاتی احساساتتون رو برانگیخته کنه، ولی به هر حال باید ببینید و بشنوید که شاه چی میگفت و چی واسه مردم میخواست که دشمناش نذاشتن صداش به گوش مردم ایران برسه. درود به شما دوستان عزیز، به یه ویدیوی جذاب و دیدنی دیگه از کانال برای ایران خیلی خوش اومدید. از اینکه این ویدیو رو واسه تماشا انتخاب کردید صمیمانه ازتون سپاسگزارم. لطفاً با لایک و کامنت و سابسکرایب از ما و این کانال حمایت کنید که باعث دلگرمی. صحبت‌های شاهنشاه آریامه محمد رضا شاه پهلوی اونقدری واضح و صریح بود که گمون نمی‌کنم هیچ آدم عاقلی این صحبت‌ها رو درک نکنه و متوجه نشه که شاهنشاه چی میگه و درباره چی صحبت می‌کنه. شاه تو عمل هم ثابت کرده بود که گفته‌هاش فقط در حد چند جمله قشنگ و انگیزشی نیست و هر چی رو که میگفت یقینا بهش عمل می‌کرد و این موضوع کاملا تو پیشرفت‌های دهه 40 و 50 ایران دیده می‌شد. ولی امان از دست مردمی که به بخت خودشون لگد زدن و شاهی رو نابود کردن که به جز خیر و صلاح مملکت و مردم خودش چیز دیگه ای نمیخواست. این ویدیو نشون میده که شاه به صراحت به مردم چی میگفت و چه آینده‌ای واسه مردم متصور بود. نهالی که اون روزها شاه ایران کاشته بود و اگه نسل 57 از ریشه خوش نمیکرد الان یقینا ثمر داده بود و ایران حال و روز کاملا متفاوت‌تری از حالا داشت. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم و شما رو دعوت میکنم به دیدن این ویدیوی جذاب و زیبا. من به رضا شاه کبیر سردار بزرگ تاریخ ایران امروز در 2535 نوروز شاهنشاهی ایران و در 50مین نوروز شاهنشاهی پهلوی در برابر آرامگاه ایرانی بزرگی که روانش در کنار ما و همراه ماست به نام پرچمدار شاهنشاهی
میکشی؟ در پیشگاه تاریخ ایران اعلام بله می‌دارم که ما شده خاندان پهلوی مهری جز مهر ایران و عشقی جز سرافرازی ایرانیان نداریم و وظیفه‌ای جز خدمت به کشور و ملت خویش برای خود نمی‌شناسیم. ما از میان ملت ایران برخاسته‌ایم، خیلی در خاک مختلفه مقدس ایران زاده شده‌ایم و در همین سرزمین این نطور مقدس که زیر شما به رو خاک میکشه خواهیم رفت. و به این ورشو ارینی درست نمیتونم بکشم. و به 50 سال است اینجوری که درست جبهه میشه. پیوسته اینجوری شاه و خیلی ملت برده در گرماگرم تلاشی شکوفمند در راه رستاخیز ملی ایران است. 50 سال است که ایران سازندگی و آفرینندگی است. اگر در این میان دوران شدت نهضت حزب ملی را متوقف ساخت، اکنون آن دوران شوم برای همیشه سپری شده است. چقدر که من دوله کردی. که راه ملت ایران به جانب دوران تمدن بعد بزرگ میمونه چرا همیشه راهی است که پیروزمندانه ادامه خواهد یافت رفتی و در کوتاه زمانی این ملت وقتش را بعد در میگفت نخستین صفوف ملل سرفراز جهان بله که چی جای میگی خواهد یا داد. یه شد که اینجوری. بده بخارونه تا برای به که ما پنجه اطلاعات بره از دست هم از روز بیا تاریخی ببین سوم یه دقیقه. اسفند کسی نیز برای آن نبود کار را بر شبیخونگران آسان کرده بود. پس از آن در طول 12 سال این سرزمین جولانگاه نیروهای اهریمنی شد که جز پراکندگی و آشفتگی و بیگانه پرستی و مردم فریبی چیزی برای آن برمهان نیاوردند. اما در تاریخ ایران مقدر چنین بوده است که هرگز اهریمن را در این سرزمین فروغ جاوی امکان پا گرفتن نباشد. منظورش اعرابه؟ بدین جهت با عنایت کامله پروردگار من و شما توانستیم به نیروی پیوند ناگسستنی و جاودانی خود این دوران غمانگیز را در پشت سر گذاریم و با انقلاب پیروزمندان شاه و ملت عصری تازه را در خب تاریخ میگه انقلاب حالاست نه؟ عصری که در آن دولت اهریمنی برای همیشه پایان یافته و جای خود را به فروغ یزدانی سپرده است. من اکنون از اظهارات شخصی و هم از لحاظ یا کجا؟ رفتاری من به دین اسلام اعتراض داریم. در دست چپ در هست واقع نه. چند هم در کتاب‌های من و هم در اعمال من اینجوری. این داستان قدس بشری معمری قبل از سلطنت سلسله پهلویان داستان مبروز بود و چه مقبوله‌ای و حالا می‌بینیم که شاید یکی از عالی‌ترین یا شاید عالی‌ترین مجتمع دینی و مذهبی دنیای اسلام البته دنیای شیعه برای وظایف دیگر من چه دینی اسلام ها بر نداشت توی ایران؟ برچی؟ اگه چکار کردن بر میداشت دینی اسلام ها؟ و چکار کرده؟ از همون اول چجوری بوده؟ از همون اول چجوری بوده؟ به این بخارونم؟ ها؟ به این بخارونم؟ خونه کو؟ کاشونه ای کدومه؟
نه حالا نه این تیکشه بین این تیکشه نه داده که رای بده میکنم میشه این تیکشه نه مشتریه یکی از جکیلیده ایجاد مونده دیدی؟ تو اره کشیدی فکر که بر منم مونده باشیده دایره این خط بکشه سریه این تیکه قاشقا بذار اونجا نه نکش میکنه نه اینجوری سرش میشکنه بچه برای فعلا کنیم درس چی میخوایی اینا؟ میخوام بشنم اینجوری چیز کنم سه باشو کنیم برات خیلی از کجا؟ پلاستیکی و آهنی آهنگ پلاستیکی آره پلاستیکی میذارم اونجا پلاستیکی هم یه بار مصرفیه شنه بس داره؟ هرچی جان این همه چی که نه زوری هست شرط هم نه سالمش یه قدم میشه ای برش هم شکست فایده نداره نمیشه دیگه تو راضی نباشی ولی اگه باید از اون راضی باشی تو دوست داشتی یهودی بودی؟ اگه چجوری بود تو دین یهود به اعراب به زور تحمیل میکردی؟ نه؟ قدرت داشته وقتی بچه دین آریایی خودمون رو تحمیل نمیکردی دین اعراب رو تحمیل میکردی دین عرب تحمیل کردن به یهودیه نه دین دین محیفه دین محیفه نه دین عرب و زور تحمیل یهودیه نه دین یهودیه رو بزن و عرب چرا گفتی به اسرائیلی‌ها هم گفتم صداتون در نگه اینا نسلی دونه برمیچینن آره به دیگه، اسرائیلی‌ها هم گفتی چه؟ صدا دونه یعنی همه دونه نابود میکنه وقت به اعراب چجور گفتی یهودیش این شه وقت تو تفنگا بزن فکر کنی تفنگه بزن اینجا بگو یا یهودی میشی یا میکشمت بزن اینجا یا یهودی میشه یا میکشن بکش حالا بعدی یهودی میشه یا بکشن یهودی میشه آفرین نمیگی ببریش به بردگی اینا ها؟ نمیگی بردگی چرا؟ میگی چه ولی خب من همون رو برعکس بکنم من یهودی رو اعراب بهشون تحمیل بر میکنم چی یهودی‌ها رو یعنی یهودی‌ها رو اسلامش میدی بر چی هم دیگه اونا رو برعکس دینشون رو برعکس بکنه خب نی؟ چرا وقتی یهودی‌ها رو اسرائیلی‌ها رو به زور مسلمون میکنی از اسرائیلی سخت‌ترشون میشه چون قانون اسلام زیاد جالب نی اون قانونه بهتر از اسلام من حد فکر میکنی قانونی مسیحا یهود بر چی اصلا قوانینی مراسمات دینی زرتشتی خودمون چی بوده مراسمات چرا دینی؟ نمیدونم به نه نظر مراسمات داشته یا نه؟ داشته غیر ممکن نداشته باشه
با یه بار یه زرتشتی بگیره که زرتشتی اهل یزد خیلی زرتشتی داره. یه بار برو یزد یه زرتشتی بپرس. آره. او دین دون چجوری هست شما دینی اصلی هست اینا؟ من دردشون پرسه منی؟ و به نظر دونا کوروشی بزرگی قبول دارن یا نه؟ زرتشتی ها اکجا این دونه کوروش قبول دارن؟ زرتشتی نه کلی دنیا کوروش قبول داره. یعنی زرتشتی هم قبول دارن؟ زرتشتی رو قبول داره. نه اونا میگن پدر ایران زمین بچی اسلام انقدر کشورهایی مثل افغانستان ایران همه جا مسلمانه ولی زرتشتی ها فقط ایران بودن جا و دیگه ای نبودن چون ایران تحمیل نکرد. آره دیگه تحمیل نکرد. چون اونا به هر جا کوچیکه دیدی؟ اینو دیدی؟ آیا میدونستین کوتاه‌ترین مرد دنیا از یاشای 10 ماهه من هم خیلی کوتاه‌تره؟ تو ایران زندگی میکنه، قراره بریم ببینیمش. خب امروز 24 مرداد ماه بچه‌ها داریم میریم محمد رو ببینیم، داریم میریم بوکان. تا بوکان فکر کنم 8-9 ساعت راه داریم، یک سره که نمیتونیم بریم. حدوداً فکر می‌کنم ساعت 11-12 شب برسیم. و چون تایم مناسبی هم نیست ممکنه مزاحمشون بشیم اون ساعت بوکان میمونیم استراحت. محمد بریم. داره میرن خونش. محمد یا محمد؟ محمد اسمش. اون رفت نره یا تو تاختری مدین. نه برو. نه. این محمده؟ سلام محمد. دست شما. چند سالشه؟ 21. محمد خوبی؟ این مرده برای چقدر یه بارم نوشته بولندترین مرد ایران پاداش این هوا دیده ایونه یه نبیاس سرش بگیره به سمت اینا یه بار اقدام دیدن راست لنوس پادش راست لیون راست یه نوزود اصلا توالت اینا رو چجوری میره؟ میره هموم ها چجوری میره؟ میره چیز اگه بخوای یه چیز برداره چجوری برداره؟ یه چیز کوچیکه اینا محمد چند سالشه؟ والله 81 که تقریبا رفته 21 درست باشه اگه 81 جاره به 23 سالشه مال 2 سال پیشه محمد پراشوت تخت نیست مثلا اینجوری بوده کشیدن چطور بسونه؟ صاف میکنن خیلی لطف کردید که ما رو پذیرفتید بیایم مهمونتون باشیم. خیلی آقایی کردید. ما خیلی خوشحال شدیم شما رو دیدیم. زنده باشی زنده باشی. ما خیلی دوستت داریم. چی شد؟ الان دیگه هر روزی 2 سه نفر کم بشن کمی اون تو فیلم هندی باشه یکی راست مثلا آدم میزنه چجوریه تو فیلم هندیه؟ بگو تو نداری با خود برد پسره که برمیشه به چه خوش دیگه خنده داره؟ متره؟ 65 و نیم قد آقا محمد. 65 یه سانت هم نیست 65 نه یه متر هم نیست فرین اول چقدر بابا میشه؟ بفرمایید همین قصد میبینی دلم میاد کفشه یه 10-15 تایی بخواره بوده که نه اینقدر بکنم راست این پشتیه؟ راست این پشتیه؟ راحت از میشم یاد بشینه اینجا یه بار دیگه محمد یه بار دیگه. حرکت نمیدونم شکاری یه برای خودش. بیبی کولش کرده مرده تا رسم هم راست این بخاری است
مرد کولش که یه راست دست بخاریه. آیا میدونستین کوتاه‌ترین مرد دنیا دیدم کولش کرده. آگه دیدی میداره شب بهتر نیست توی سال جدید آیین نیاکانمون رو زنده نگه داریم؟ پس بیایید بعد از این به جای عید نوروز بگیم جشن نوروز و به جای عیدت مبارک بگیم نوروز همایون باد. همچنین در لحظه تحویل سال جای که میراث نیاکانمونه به جای خوندن دعای عربی نیایش پارسی رو بخونیم. گشت گردا گرد مهر تابناک ایران زمین، روز نو آمد و شد شادی برون زن در کمین. ای تو یزدان ای تو گرداننده مهر و سپهر، برترینش کن برایم این زمان و این زمین. برای زنده نگه داشتن آیین نیاکانمون این پست رو تا جایی که میتونید به اشتراک بذارید. ولی اگه اینا بخونی چیه؟ یا مقلب القلوب و الافزار، اینا کجا یاد گرفته یا مقلب؟ اونجا کشا خونده هی هست. و اینا کی میخوندن اینا این دو اینا قبل از این زرتشتی ایران باستان. حالا بچهش دیگه خونده یا مقلب القلوب و الافزار. اصلا خوشم نمیاد یا مقلب القلوب و الافزار. متزیدیه یا مدبر اللیل و النهار. یکو چه نوع آدمایی درست کرده کار میکنه آشپزی. اینا آدما اصلیه؟ رباطی؟ چین چیزی ساخته شد ایران چه هر چیزی ساخته. و یعنی غذا و اینا رو هم میخوره؟ نه گفته نمیخوریم. نه غذا و اینا میپزه کار میکنه. یه رباطی؟ آره کار میکنه. هر وقت هم شارشه 71 ساعت شارژ. کار به کسی هم نداره خودش میره به خرید میکنه. حرف هم میشه بهش بزنه؟ آره حرف هم میزنه باید. چجوری؟ به زبون خودش؟ میگم برای ایران هم داره درست کنه. اون گرونه یعنی میتونی بهش دعوا کنی یا نه؟ این دعوا این که چه کاریه مثلا اگه مثلا بیارد اینجا و بذار بر تو با تو حرف بزنی فوشش بدی؟ نه فوش چجوریه؟ مثلا تو میگه تو درباره مثلا کوروش اینا بو برات میگی. یعنی میشه بهش دعوا پول یا مشترکت بازی یا نه؟ این های پولش دادیم خیلی خرابش کن. بهتون مشترکت بزنی. ایرانی اینه درست کردن که غذا فوش میتونه بده یا نه؟ اینه درست کردن در بچه کار کنه فهمیدی؟ فوش میتونه بده یا نه؟ نه کار کنه. این درست کردن که کار کنه تا دیگه چی اطلاعاتش قویه. برای تو مدرسه میری مثلا تو مدرسه میری ریاضیات که گیر میکنی برات حل میکنه. میدونستی؟ برای مامانت خوبه. برای مامانت خوبه. خنده داره. نه خب میگم بهش میشه دعوا کنی. نه دعوا رو خب اون مثلا اینجوری تو اگه میتونن براش درست کنن. چجوری؟ تو چیزش تو حافظش بده. چیکار کنی؟ یعنی مش بزنه دوم میشی؟ اگه مثلا درست کنه تعریفش آره دیگه. اگه مسی بروسلی درستش کنن چطور میشه؟ اگه درست کنن مشتش 10 برابر تو قوی تره. مثلا چرا اگه مسی بروسلی درستش کنن چطور میشه؟ خطرناک آدمو میکشه. بر چی بی دلیل؟ نه دیگه وقتی دعواشه رو گرفته میکشه آدم. ایرانی هم قبولشنده دوم رمضان افطاری. این همه شخصی دولتونه یعنی میگی؟ گوش کنه باید چی میگه زن هم هست دیدی دعا سفره هنو نخوندند. بچه پی حرف نمیرن هرچی جیغا بس که دادن. گشنند. چا میگی؟ مثل زامبیه ریختن تو سفره.
میترسن گیرشون نگیرد. نمیدونم یاد زامبیا میافتن چی مثل زامبیا ریختن تو سفره. ایرانی همینجوره. خب حالا چین چجوری ساخته بود عملی؟ چین چجوری ساخته بود؟ تعرفه هر چی بهش بده همونه. ها؟ هر تعرفه ای بهش بده. اگه بروسلیا روش بریزی چطور میشه عمل؟ اگه بروسلیا روش بریزی مثلا خانواده همه رو میکشه. بی دلیل یعنی؟ نه دیگه بی دلیل نی دیگه، براش تعرفه وقت بچه رباتش زن بود مرد نبود عملی. مردم اینه برای کار کردن درست کرد. مردم یعنی درست بکنن یا نه؟ ربات براشون. وقت رو دعوا درستش کنی چجوری میکنه؟ رو بروسلی درستش کنی چجوری مش میزنه؟ مثل مش بزنی تی پشتی؟ نه تی پشتی نه خب مش بزن. مش بزن تی پشتی تی یعنی لغت چجوری میزنه؟ و فوش هم میتونه بده یا نه؟ فوش. آره دیگه فوش که اگه روش بریزن از این به بعد از این زمین به پایین تو رو دیدم یا تو من مکایی یا من مکایم. خب حالا گوش بده اومدی بچه ها گفتم میشه بهش دعوا کنی. تو چرا میگی این همه پول بالاش دادی حالا بخوای بذاری خوردش کنی؟ میگم این همه پول داره که کار مامانده بکنه. حالا یعنی تو اون رباته حرف بزن عملی همینجوری حرف بزن عادی حرف بزنه امیر حسین حالش داره. بخوای بهش دعوا کنی من این نمیکنه. حالا من اینا روش نریختن. نه اگه بخوای بهش دعوا کنی چی میگه؟ بگو. اگه بخوای دعوا کنی چی بهش چیکار میکنه؟ مشتش بزنی اینجوری کنی چی میگه؟ اون سریع عکس العمل انجام میده. چیکار میکنه؟ قلوس که تو اینجوریش کنی دست میگیری یه پیچ میده میزنه ده دور زمین. نه میتونیم که دعوا روش نریختن. میتونیم که دعوا روش نریختن. الان میگه تعرفه بهش. نه الان ها دعوا روش نریختن. اگه اینجوری مشتش بزنی چیکار میکنه؟ هشدار بده میده. میگه چه؟ میگه چند چی میکنی؟ اگه فوش بهش بدی چی میگه؟ میگه حرفی زشت نزن. بهش بگی ریدم تو قیافت چی میگه؟ فکر نکنم این چیزا تعریف این چیزا روش باشه. مثلا میگه چه تعریف رو نداشته باشه چی میگه مثلا؟ تعریف نداشته باشه چی میگه علی؟ نمیدونم عزیزم. تو یه بار میبردی امتحان کرده فوش بهش میدادی. بیاره اینا حالا از فکر نکنم کسی توی احمد قادر به خریدنش باشه. نه خب تا یه قادر به خریدنش بودی یا میبردی وقت چی بهش میگفتی؟ حالا فکر کن من اون رو باتم چی بهم میگفتی؟ گفتم بلند شو بره بر من یه غذا درست کن. میگفت چه؟ چشم. بهش فوش هم میدادی یا نه؟ میگه چه غذایی؟ نه نمیفهمه فوشم. میگه چه مثلا؟ بگو بهش بنزد میگه چشگی تو قبر جدی آباد میگه نامفهومه. یه نامفهومه. اگه با مش بزن اینجوری چی بهت میگه؟ فکر نکنم کار خاصی. میگه چه؟ هیچی نمیگه. خراب میشه جخ. خراب. ولی اگه برنامه فوش روش بریزن چیکار میکنه؟ فوش بده اونو. چه بی دلیلی هم کس کنه نمی برنامه فوش اینا به نه دولتش هم حاضر که داره فوش بریزه. و یعنی جنگی هم میشه ازش درست کنی درست میکنه ازش در آینده یا نه مثل بروسلی؟ معلومه یه جنگی درست کنه بریزن هرچی ایرانی است تو ایران بکشه. برچی؟ چینگه به ایران بده؟ نه مثلا میگه و یه جنگی درست کنن چطور میشه؟ اصلا یه بس چیزایی الکتریکی هست یه چیز جنگی بریزن روش خب مشتلقت بزنه چیکار میکنه؟ خب مثل بپره ایور بپره اوور چطور میشه؟ براش مثلا تو شورش شهر اینا استفاده میکنه. مثلا چیکار میکنه تو شورش؟ مثلا همه مثل ایرانی ها ریختن مثلا خامنه‌ای میاره چون بخواد هر کی رفت واسه یه چیز بگه میگه بیرزین بزنین. یا مثلا تو یه خیلی قوی شو مثلا برات بفرستن تو بشیرم میگی نگاه کن من نگاه کن بشی تو قبرت ریدم بیا جرأت داری بیا توف بندازی طرفشا مشتر اینجوری کنی بیا وقت چه کارت بکنه بیا طرفش کارت بکنه بگو میگیره پرتت میکنه. چجوری مثلا یعنی انقدر زورش زیاده؟ آره نمیدونم اگه بخوام درست کنم میتونم. مثلا دستم میگه چجوری تاپ میده مثلا یه محکم میگیره ثابت میشه. سهل باید صداش در میگه 11 و 10 دقیقه شد الان از که صداش در حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر ولو امام عصر باشد اهمیتش بیشتره. اگر برخورد با آقازاده‌ای باعث میشه
بازه کنم خوشه ها. این ساعت چنده؟ یعنی چه وقت اگه 10 دقیقه یا 10 دقیقه 11 و 10 دقیقه میگن چه وقت درست چی؟ مثلا اینه کسی مثلا تب و لرز گرفته اینا و نباید زیاد نزدیکش بشی یا حامل ویروسه تو اینه نمیدونی. خب حالا دیگه اینم مال این چیزا و دوست دیساسی یعنی میشه بگو نه خوب گوشته باش و دوست دیسی یعنی میشه ببین مفردم خیلی بشکنم نه محمد اصلا چیزه امسال 29 اسفند افطار کو کردیم واردی چهارشنبه سوری میشیم میریم باغ بعد آخر شب همون عباق میریم مسجد شب قدره حالا صبح سه باش روزه را میگیریم افطار کو کردیم امام علی علیه السلام ضربتا میخورد سال تحویل میشه یعنی روز اول عید مقارن است با شهادت علی ابن ابی طالب از بهش فکر رو میکنم میلنگ مغزم میاد پایین این زندگی ماست. بله این زندگی اصلا خواهد چکار کنن؟ بعدش عید میگیرن دیگه شهادت ها و عید چه میشه؟ جشن سروش چه میشه؟ جشن عید هم چی میکنن؟ تا میگن آغاز سال 1404 خورشیدی مبارک با تموم رفت نه ناقارایی نه هنچینی میکنن یعنی اگه شاه بود هنچین میکرده؟ شاه بود هر کی میگو هر شب که دوست داره بزنه به من این چیزا ربطی نداره بخون من این بازی رو میبازم قام تایسان نقل دیستا ایسو زنباله دوست دست دزو سلسو سلسو دیستا دزو سلسو دست دزو سلسو نه Condizu gumbalazu Dam ta iso jamblazu Janshulazu Dim da iso gamblazu Gam da iso dumblazu Dumblazu Jam ta iso champlazu Dista isi lududadu Didaradu Dadru didu Dadaradu بخونم علی Dadru kisi Dudradu Peach spots, jig bam peach spots, jig Boy the we have a boy Some to say this, some to say this, right? ها دیگه مثلا اگه دعوا و اینا روش میریخته وقتا میتونستی به این ربات به جنگی یا نه؟ نه عزیز ها؟ و مثلا اگه این رباته رو مثلا ور میداشتی به چوب میزدی روش هر یه تیکش یه جا میرفت چطور شد؟ و مثلا به رباته چه حرفایی میزدی بگو؟ حرف بزنه؟ مثلا چه حرفی؟ مثلا کلا این ربات اینجوری داشتی چه حرفی میزه؟ من بیشتر میشستم بهش من تعریف بهش گفتی چه؟ بگو فکر کنم من ربات همون سوال لازم بپرس رباته؟ امسال بهش میگم اگه هاش داره اینا خونه تکونی کارو ما رو بکن
برای 50,000 خب اگه برنامه جنگی روش نبود عملی مثل الان، بعد تو با یه چوب ور میداشتی میزدی اینجا پاش میشکست، چی میگفت بهت؟ خراب میشه. نه چی میگفت؟ نه اینجور خراب چه اصلا فقط یه تیکه پاش میشکست، چی میگفت بهت؟ بگو نمیدونم چی میگفت بهت به نظرت؟ بگو مثلا اگه مرض داری نه من این چیزا رو میگه. مثلا میگه اگه برنامه شدی اگه برنامه بهش ندیست چی میگه؟ برنامه شدی هیچی نمیگه. ساس چی میگه؟ هیچ. بعد یکی دیگه بزنی تو کمرش بشکنه کنه خورچه چیکار میکنه؟ مثلا میگه سیستم نمیدونم غیر فعال شد، اینم سیستم از این چیزا میگه. وقتی یه نمیتونه کار بکنه. نه دیگه وقت تو چقدر پول بالاش داده بودی علی؟ نمیدونم یک چندم اما گرونه. اگه 2000 تومن باشه قبول شدی؟ خیلی گرونه. میلیاردی یعنی حسن؟ پولش اگه ماشین اینا رو بیشتره. یعنی 100 میلیون ها؟ زده؟ یعنی میلیاردی هست یا نه؟ آره. چند میلیارد؟ یعنی 3 میلیارد؟ بس کم فکر کنم میلیارد بالاست. و اونا ها میان تو ایران چه شکلی هستن علی؟ آمد تو ایران نمیدونم دقیقا اونا میان تو ایران با حجابن داریم. گفت که اگه توانایی داشت روش برنامه میریختن، مثلا برنامه میرفتی از پشت سر یه اونهه میزدی یه جاش چی میگفت بهت اینجوری؟ مثلا اگه توانایی قوی بود میرفت از پشت سر اینجور خلش میدادی یه لغت میزدی بهش چی میگفت برنامه روش ریخته بودن؟ فکر نکنم اگه برنامه روش ریخته بودن. چجوری هشدار میده؟ دفعه اولا هشدار بده؟ به سو هشدار بده؟ هشدار نمیداد میگه نه بگو نه حالا یعنی هشدار بدی، یعنی یه جور برنامه دفعه اولا هشدار بدی، حالا یعنی پشت سر اگر یک بار دیگر جسارت کنی یا چنین حرکت انجام بدی 10 برابر این ضربه رو به تو وارد میکنم. حالا یعنی دفعه دوم زدم چجوری مش میزنی؟ پشتی مش بزن اومد جون پشتی مش بزن پشت بزن با این دسته از چجوری لگت میزنه؟ ممکنه راحت بزنه که راحت تو دیوار بریزه. بهت فوش هم میده؟ اگه برنامه داده باشن میگه چه؟ چون برنامه چه فوشی بهش یاد داده مثلا برنامه چه سیار زبیسته باشه الان بادگی بیمونه مثلا تو هم نمونه تفهم بیان زود هم میگن برنامه صبح زود میگن سرچن یعنی؟ هفتنی ما اینا اینجا اگه هم روزه نیاردم دیگه هشتنی میشه. بله داره میادم علی. خب من چرا همیرستم خونه باشم خوابم میرسه کاشم برای چی تو پاک نمیام؟ من چون کلی من سن ولی ما 10 خوابم. نه تو رو ببین تو تین خوابت حالا تو تین خوابت یه وقتهایی دیگه سن چیه؟ تو عادت کرده یه وقتا مثلا نخواب منم چیزم من اگه مثلا بعضی شبا خوابم نمیاد بعضی شبا خوابم میاد بستگی داره. من دوست ندارم در خوابم بیاد. تقویم بخواد تحصیلم همینجوره همینجورش همش در حال خوابم. خاله چم بود به خصوص خاله فخری چم؟ خاله فخری همینجور حرف میزنیم به 6 سالت خوابه. من چی تو؟ من از فعلا خوابت نمیاد. به نظرت تو ابد همینجا می حالا کوچیکم جه تو منم بزرگ شدم یه 45 6 سالم شدن چی میشه؟ نه چی نمیشه تو عزیز چی وای وای بدرود بدرود.